بذارید با یه حقیقت تلخ شروع کنم که شاید پشماتون بریزه. همین الان تو مغز تو یه جنگ سوت و کور در جریانه. یه صدایی میگه تو کافی نیستی. یه صدای دیگه میگه تو خیلی خیلی ضعیفی. و تو داری بهشون گوش میدی. داستان چیه؟ دشمن تو خودت نیستی. درست شنیدی. دشمن اصلی اون الگوی فکری منسوخ شده ایه که مثل یه ویروس از بچگی تو ذهنت کاشته شده. اون صدای نمیتونی، به درد نمیخوری و ولش کن چه فایده‌ای داره رو کی بهت تزریق کرده؟ از والدینی که گفتن آروم باش دیگه، تو خیلی خیلی شلوغی و شورشو در میاری همیشه. از معلمایی که گفتن از این مدل درس خوندن معلومه که استعداد نداری و با این وضع آخرش هم هیچی نمیشه. از دوستایی که رویاهاتو مسخره کردن، از یه جامعه‌ای که میخواد تو رو کوچیک نگه داره تا خودش احساس امنیت کنه. سلام. راستش این صداها مثل یه درخت پیر لعنتی دیگه تو وجودت ریشه دواندن. روانشناسای گنده به این میگن سایه. اون بخش از شخصیتت که هلش دادی زیر فرش. اما گوش کن. سایه از بین نمیره، بلکه تو تاریکی قوی تر میشه و یهو موقع انجام یه کار مهم میزنه بالا و میگه تو لیاقتشو نداری. پس چه کار کنیم؟ نابود کردنش غیر ممکنه. باید درکش کنی، بشناسیش و بعد مهارش کنی. همین الان چشاتو ببند. نفس عمیق بکش و بپرس آخرین باری که حس کردم ناتوانم دقیقاً چه فکری تو سرم بود؟ اون جمله رو بنویس. این دشمن توه، چون نمیتونی چیزی رو شکست بدی که نمیبینیش. حالا که دشمن رو شناسایی کردی، وقتشه قلعت رو بسازی. 3 ستون داریم که هر کدوم باید از فولاد خالص باشه و غیر قابل مذاکره است. ستون اول، قاضی مغز خودت باش. ذهن تو یک کارخونه دروغ سازیه. هر روز هزاران فکر ازش رد میشه. من بی‌ارزشم. کسی دوستم نداره. هیچ وقت موفق نمیشم. اینا دروغ محضن. ما چرا باور میکنیم؟ چون هیچ وقت محاکمشون نکردیم. از امروز مغز تو میشه دادگاه. تو قاضی هستی. گام 1، فریاد بزن. هر وقت فکر منفی اومد تو ذهنت داد بزن ایست. گام 2، مدرک بخواه. فکر رو بنشون روی صندلی متهم و بپرس مدرکت چیه؟ یه اشتباه دیروز؟ یه نظر مزخرف یه آدم دیگه؟ گام 3، شواهد مخالف بیار. ولی من 10 بار این کار رو درست انجام دادم. من یاد گرفتم و بهتر شدم. گام 4، حکم صادر کن. این فکر مردوده. بر اساس شواهد ناقص رد میشه. این یعنی قدرت. وقتی بتونی به مغزت بگی نه، اون موقع آزاد میشی. ستون دوم، قانون 5 ثانیه‌ای معکوس. دانش بدون عمل هیچ فایده‌ای نداره. میتونی 100 تا کتاب بخونی، 100 تا ویدیو ببینی، اما اگه عمل نکنی هیچی عوض نمیشه. بزرگترین مانع عمل چیه؟ ترس. ترس از شکست. ترس از قضاوت. راز اینجاست. ترس همیشه تو 5 ثانیه اول بهت حمله میکنه. اگه 5 ثانیه بیشتر فکر کنی کارت تمومه. مغزت 1000 تا دلیل میاره که چرا نباید انجامش بدی. تکنیک چیه؟ قانون 5 ثانیه‌ای معکوس. یعنی وقتی حس کردی باید یک کاری رو انجام بدی، فقط 5 ثانیه وقت داری که به سمتش حرکت کنی. نه فکر کردن، نه تحلیل، فقط عمل. میخوای باهاش حرف بزنی؟ 5، 4، 3، 2، 1 برو. میخوای اون ایمیل رو بفرستی؟ 5، 4، 3، 2، 1 بفرست. میخوای بری باشگاه؟ 5، 4، 3، 2، 1 کفشاتو بپوش. اعتماد به نفس از عمل میاد، نه از فکر کردن. هر بار که برخلاف ترست عمل میکنی، یه لایه فولاد به روحت اضافه میشه. ستون سوم، ساختن هیکل فولادی. بیا راجع به چیزی حرف بزنیم که نادیدش میگیری. بدن تو به مغزت فرمان میده. وقتی شونت خمه، سرت پایینه، مغزت میگه ما ضعیفیم، در خطریم. اما وقتی صاف میستی، سینت بازه و چشمات مستقیم نگاه میکنه، مغزت میگه
ما قدرتمندیم، آماده ایم. تمرین حالت جنگجو. هر روز صبح 2 دقیقه جلوی آینه وایسا. قامت صاف، سینه سپر، شونه ها عقب، دستا روی کمر، چونه بالا. فقط 2 دقیقه. این وضعیت هورمون تستوسترون رو بالا میبره و استرس کورتیزول رو پایین میاره. بدنت قوی باشه، مغزت دنبالش میاد. و اما صدای تو سلاح توه. سرعتت رو کم کن. قدرت هیچ وقت عجله نداره. مکث کن. سکوت خودش نشونه قدرته. هر کلمه رو محکم و مثل یه ضربه چکشی بیان کن. وقتی خودت با قدرت حرف میزنی، مردم قدرتت رو حس میکنن و تو هم قدرتمندتر میشی. 500 سال پیش ماکیاولی تو کتاب شهریار یه حقیقت تلخ رو گفت. بهتر ازت بترسن تا اینکه فقط دوستت داشته باشد. منظورش این نیست که ظالم باشی، منظور اینه که احترام از قدرت میاد، نه از ضعف. درس اول، قانون شیر و روباه. تو باید هر دو باشی. شیر باش. نماد قدرت ظاهری، قاطعیت در عمل، مرزهای محکم. روباه باش. نماد هوشمندی، استراتژی و شناخت بازی قدرت. اکثر مردم یا شیرن یا روباهن، باهوش اما بی‌عمل و ترسو. تو باید هر دو رو داشته باشی. درس دوم، ظاهر قوی خودتو حفظ کن، حتی وقتی نیستی. ماکیاولی گفت مهم نیست واقعا چجوری هستی، مهم اینه چجوری به نظر میرسی. این تلخ ترین حقیقته. مردم تو رو بر اساس ظاهرت قضاوت میکنن، نه واقعیت. حتی وقتی تو دلت آشوبه، بیرونت باید سنگ باشه. حتی وقتی شک داری، صدات باید قاطع باشه. حتی وقتی میترسی، قامتت باید مستقیم باشه. این دروغ نیست، این بقاست. چون وقتی مثل یه شهریار عمل کنی، کم کم تبدیل به شهریار میشی. از این ابزار برای محافظت از خودت استفاده کن، نه نابود کردن بقیه. دنیا سعی میکنه تو رو بشکنه، نه از روی تنفر، بلکه از روی ترس. آدمهای ضعیف از قدرت تو میترسن، چون قدرت تو ضعف اونا رو نشون میده. قانون دیوار آتش. هر چیزی که میخواد نزدیک قلعه تو بشه، باید از آتش بگذره. هر آدمی که انرژیت رو میگیره، بذارش کنار. فاصله. محتوایی که مغزت رو مسموم میکنه، حذف. مرزهای شخصی. نگفتن رو یاد بگیر. وقت تو مثل الماسه. قبول کن که همه لایق دسترسی به تو نیستن. استانداردهای بالا. از خودت استاندارد بالا بخواه. از دیگران احترام بخواه. هرگز برای پذیرفته شدن کوچیک نشو. اعتماد به نفس فولادین یه مقصد نیست، یه سفره. یه ساختن روزانه است. هر روز که تو دادگاه ذهنت حکم صادر کنی، یه آجر گذاشتی. هر روز که برخلاف ترست عمل کنی، یه آجر گذاشتی. آجر به آجر تو قلعه‌ای خواهی ساخت که هیچ طوفانی نتونه بشکندش. اگر این ویدیو تو رو تکون داد، اگر آماده‌ای که واقعاً شروع کنی، همین حالا چنل رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. و حالا سوال من است تو. اگر قرار بود از فردا فقط یک عمل کوچک اما شجاعانه رو شروع کنی، اون عمل چی بود؟ اینو تو کامنت ها بنویس، چون وقتی می نویسیش تعهد می کنی و وقتی تعهد می کنی شروع کرده ای. حالا برو بیرون. اون دشمن درونی رو شناسایی کن، قلعت رو بساز و به خودت نشون بده که تو قوی تر از چیزی هستی که فکر می کردی. من در ویدیوی بعدی می بینمت. حالا برو و جنگیدن رو شروع کن.